برای ایجاد فروشگاه وقتی ثبت نامتون رو انجام دادین وارد پنل فروشگاهتون میشین. اینجا قسمت فروشنده شوید رو کلیک میکنین. مشخصاتتون نام خانوادگی، نام فروشگاهتون رو وارد میکنین به همراه شهرتون. آدرس فروشگاه رو یک کلیک روی این فیلدتون بکنید. خودش به صورت خودکار اینجا اسم فروشگاهتون رو انگلیسیش رو وارد میکنه. شماره تلفنتون رو وارد میکنید. شرایط ضوابط رو تکش رو میزنید. فروشنده شوید. این قسمت میتونین حالا این قسمت رو ادامه بدین یا اینکه الان نه رو بزنید. اینجا وارد داشبوردتون میشین. حالا از این قسمت تنظیمات، فروشگاه، اینجا میتونید آپلود بنر رو بزنید و یه تصویری برای فروشگاهتون بزنید. برای پروفایلتون این آپلود تصویر رو میزنید. میتونید یه عکسی بذارین برای پروفایلتون. اینجا هم که مشخصات فروشگاهتون، نام فروشگاه، دسته‌بندی فروشگاه رو انتخاب میکنید که محصولتون فروشگاهتون جزو چه کدوم از این دسته ها میشه. هر دسته ای هست اون رو انتخاب میکنید. آدرستون رو وارد میکنید، شماره تلفن و بعد به روز رسانی تنظیمات رو میزنید. از این قسمت ویرایش حساب اگه خواستین تغییراتی بدین برای تغییر رمزتون یا اسمتون، نام خانوادگی، آدرس ایمیل، اینجا تغییرات رو انجام میدین و ذخیره تغییرات رو میزنید. بعد برای اینکه بخوایم محصول وارد کنین روی محصولات، افزودن محصول جدید، اسم محصولتون رو میزنید، نوع محصولتون که حالا ساده است، متغیر، خارجی، گروهی، هر کدومش بود. قیمتتون رو میزنید اینجا، قیمت رو اینجا قیمتی که تخفیف می‌خوره رو میزنید. دسته‌بندی رو حتما مشخص میکنید که محصولتون جزو کدوم از این دسته ها میشه. اگه جزو مثلا صنایع دستی، یه صنایع دستی رو میزنید، دوباره جزو هر کدوم از این دسته ها هست انتخاب میکنید و پایان رو میزنید. حتما دسته‌بندی رو وارد کنید. توضیحات کوتاه در مورد محصولتون چه ویژگی داره، ویژگی‌هاش رو وارد میکنید. وضعیت حمل و نقل رو اگه ویژگی دیگه داشته باشه و بعد ذخیره محصول رو میزنید. اینجا هم عکس برای محصولتون میزنید. آپلود تصویر عکس محصولتون رو وارد میکنید. این علامت به اضافه هم که هست میتونین افزودن گالری، یعنی چند تا عکس دیگه از محصولتون میتونین انتخاب کنید و این پایین وارد میشه. که آخر بارم این ذخیره محصول رو میزنید دیگه، اینجا محصولتون وارد میشه. اینجا بعد روی این محصولات که حالا من اینجا محصولی وارد نکردم، محصول رو که بزنید محصولتون اینجا وارد میشه. این بود برای وارد کردن محصولات.